در دهات توگرک در خوجگی دهخانی به نام فیض‌الله در مساحت 40 سوتیق زمین 10 گرمخانه ساخته شده است و امروز خوجگیداران از 9 گرمخانه حاصل پامیدور را جمع‌آوری می‌نمایند و امروز جمع‌آوری حاصل پامیدور از این گرمخانه ها با سرعت ادامه دارند. در خوجگی دهخانی به نام فیض‌الله حاصل پامیدوری پخت‌رسیده گرمخانه اساساً بگاهی روزی ها جمع‌آوری می‌شوند. ماه ایون دهقانان میگویند که امسال برای آنها سال خوب آمد. بلندشوی حرارت گرمی هوا باعث فراوانی و پیش از مهلت پخته رسیدن حاصل گرمخانه گردید. اقلیم دهقانان را روح بلند کرده است. اول ما دو گرمخانه ساختیم، بعد دیدیم که فایده هسته، بعد چهارتا کردیم، بعد آینده با 6 هفته حساب که 10 گرمخانه کردیم. ما در این گرمخانه ها 6300 نیول پامیدور داریم. باید ما نیت داریم که 15 تن پامیدور حاصل ناز بگیریم و دست بیاریم. ما اینا قطرگی آب قطرگی میتیم، بعد استفاده او با پرو، فقط با پرو کار کردیم. 5 نفر ساکنان دهه به کار موسمی در گرمخانه ها جلب کرده شدند. از قامت راست نهال ها و حالت سبزش آنها معین است که در سمت پرورش و نگاهبینی نهال ها دهقانان خوب محنت کردند. اکنون وقتی جمع‌آوری حاصل برای آنها این کار یگان دشواری ندارد. دهقانان از 9 عدد همین گونه گرمخانه ها چنین محصولات تازه حجما کلان و بصفت را برای بازار ناحیه همه روزه جمع‌آوری می‌نمایند. در این گرمخانه 700 نهال پامیدور شناخته شده است. هر یک نهال پامیدور از 7 خوشه عبارت است. هر یک خوشه مثل این نهال 5 دانه پامیدور دارد. تا امروز خوجگیداران 3 خوشه پامیدور را یکم، دوم، سوم جمع‌آوری نمودند. تا ماه نوامبر باشد انا باز 4 خوشه، یعنی حاصل 4 خوشه دیگری پامیدور جمع‌آوری می شود. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه بوسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.